سلامت باشید. خوش آمدید بار دیگر. دوستان عزیز سلام علیکم. روز و شام و شبتان بخیر و شادی باشد و این برنامه نوبتی فضا است از شبکه سفینه. بله یادآور میشویم که چون همیشگی ما در استودیو مهمان دعوت میکنیم و امروز نیز مهمانان در استودیو ما زیاد است. ما کوشش میکنیم که روحیه شما را بالیده نماییم چون برنامه ما نیز مقصدش همین است. خب یکی از نوازنده هایی که اول شده آغاز بخشید به برنامه فضا اینم باشد جانبک ستارزاده هستند. غالبی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نامیناسیون آهنگسازی عنعنوی. همین طور است؟ خب باز دیگر گروه ها نیز هستند در اینجا در دوام برنامه حتما که آشنا خواهیم کرد آنها رو و امروز من باور کامل دارم که یک خب نوازش های خیلی خوب دیدنی شنیدنی خواهد بود در برنامه ما در برابر اونی که باز ما مهمان داریم. همینطور است فرزانه؟ بله واقعا هم با ما بودن رو فراموش نکنید و همچنین یک جای با شما فراغت میکنیم. من خواهش میکنم از جانبک ستارزاده با ما بیایند و یک صحبت خیلی خوب داشته باشیم اطراف انا همین آزمون. دوستان عزیز بار دیگر خوش آمدید میگویم شما رو. مرحمت. چی نام دارید این اسباب؟ این سازی که در دست ما بود این ساز نامش اود هست. اود هست؟ بله. بسیار یک صدای خوب نیز دارد. بله بله. من میخواستم از همین آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من کمی قصه کنید که چگونه در میان اینقدر نوازنده های کسبی خیلی خوب شما توانستید که جای اول رو اشغال کنید. خب همون گونه که با همگان معلوم هست آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در 3 دور گذرانیده شد. درست. که ما در دور یکم و دوم آزمون همین آهنگی که این لحظه صدا داد این آهنگ رو پیشنهاد کرده بودیم و دور سوم آزمون یک آهنگ دیگری با نام دلنواز که عبارت از 3 قسم بود آن آهنگ رو پیشنهاد کردیم که خوشبختانه از جانب اعضای محترم حکمان خوب پذیرفته شد. بهای خوب هم گرفتیم. سزاوار این جایزه و این جایزه واقعا هم شنیدنی است. بسیار یک نوای نگفتنمون من در همین لحظه عرض و سپاس خودم رو به اعضای گروه که در حقیقت زحمت‌های زیاد کشیدن برای از بر کردن فراگیری این اکا عبدالرحمن من برادرم اسکندر. خب دایره نواز ماهر ما فرهاد اودینزاده من علاقه مهارت و ملکه این برادران رو ما دیده بودیم در انمون بیرون از کشور در روزهای فرهنگی. چون ما درباره این نفران سخن نکردیم برادران دیگرمان هستند که اینها نیز جایزه داران آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من است و این دیگر پهلو است. حتما صحبت خواهیم کرد. فرزانه مرحمت. خب من میخوام از شما بفهمم که همچون یک اشتراکچی فکر و عقیده شما درباره این آزمون چی است؟ خب مقصد اساسی آزمون دریافت کردن چهره های نو در ساحه صنعت می باشد. البته من قبل از همه عرض و سپاس خودم را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم مادر رحمان میرسانم جهت برگزاری و راهاندازی چنین یک آزمون‌های سطحی بلند که در حقیقت توانست تمام ما هنرمندان را بار دیگر سرجم سازد، متحد سازد و از هنر و فعالیت و ایجادیات یکدیگر که در حقیقت باخبر شدیم و همچنین در کشف چهره‌های نوی ساحه صنعت اومد چه آهنگسازی باشد، چه نوازندگی باشد، چه سرایندگی بار دیگر این آزمون توانست که چهره‌های نو رو در کشور عزیزمون کشف نماید. من نه همچون نوازنده در این آزمون اشتراک کردم، فقط با توصیه و پیشنهاد چند تن از استادان، استاد عبدالرحمن مدخلوف و چند تن از استادای دیگر که توصیه دادن به من که در نامیناسیون آهنگسازی عنعنوی یعنی سنتی شما می توانید هنر و مهارت خودتون را نشان دهید. خیلی خوب. و گوش به توصیه های اینو داده تصمیم گرفتم که یک چند تا آهنگ ایجاد کنم تا اینکه در آزمون اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردم. موسیقی زبان ندارد. مثلا موسیقی اگر خوب باشد خوب مثلا آهنگسازی فرانسوی باشد، خو آهنگسازی من نمیدونم ایتالیایی باشد، خو آهنگسازی توجیک باشد، وقتی که موسیقی خوب است در دل جا می شود به یگان شبهه و برای این ترجمان و زبان لازم نیست. چگونه ایجاد انامین آهنگوی خیلی خوب و ولو ایجاد می شوند؟ چگونه ایجاد میکنین شما؟ زیرا من فکر میکنم که از سرود ایجاد کردن، آهنگ ایجاد کردن به نظر من نمیدونم مشکل تر است.
من میخوام همین سیر رو کمک شما با بیننده ها با من کشوید. درست است. ولی خب همه گونه که در بخش نوازندگی، چی سرایندگی، چی آهنگسازیش، عموما در کل آدم باید زحمت‌های زیادی رو باید پیسر کند که تا به یک موفقیت باید دستاورد نوعی بگردد. بله. عموما در زمینه آهنگسازی من چگونه بگویم، من احساس کردم در خودم، احساس کردم که همین استعداد در من هست. باز هم در اینجا بار دیگر ذکر میکنم، یادآور میشم از صحبت‌هایی که گفتم قبلا، توصیه استادان که در حقیقت صحبت‌های آنها توانست ما رو باز هم روح بلند سازد تا اینکه با این یعنی فعالیت‌های ایجادی باز بیشتر تکیه کنم و هنر و مهارت خودم رو در آهنگسازی نیز سعی بدهم. تشکر. بغیر از اون که مصلحت و درخواست ها و پیشنهاد های استادان به شما الهام میبخشد، باز الهام از کجا پیدا می شود؟ سرچشمه الهام از کجا است که شما آهنگ ایجاد میکنید؟ زندگی خود سراپا خودش، یعنی اگر دوربین باشید می توانی از هر یک زیبایی های طبیعت، از زیبایی های کشور عزیزمان اومد میتواند آدم الهام بگیرد. بله. فقط بله. نگاه عمیق داشته باشید، نگاه زیبا باید داشته باشی که در حقیقت توانی اون چی را که میبینی اونو خوب در ذهن تصور مثال بکنی و اون رو در موسیقی با طریق موسیقی اون رو تجسم بکنی. خب. اگر شخص ایجادکار باشد میتواند همون افتیدنی برگ درخت رو نیز تصویر کنه. هم درست است. خب من درباره اون شاه جایزه نمیگویم 50,000 تومان کجا شد، شما میتونید بگویید که کار شما نباشد، این پول شما است، مبلغ شما است، تحسینتون، آفرینتون که صاحب این مبلغ گردیدید و من میگویم که شما یک همصحبت خیلی خوب هستید جونی بیگ. تشکری زیاد و در برابر نوازش‌های خیلی عالی داشتنتون همصحبتی خیلی خوب هستید. ما میخوایم که زیاد صحبت کنیم اما کمک وقت خب کمتر و تنگتر است. از همین لحاظ دوستان عزیز در اجرای جونی بیگ ستارزاده باز یک نوازش خیلی عالی، خیلی دلنشین، البته با همراهی بسیار نوازنده های خوبی کشورمان. دوستان پذیرا باشید.
دوستان عزیز، بار دیگر میگویم که اون نفرانی که اکنون به شبکه ما پیوستند، بار دیگر میگویم این برنامه فضا است، سرور بخش و فضای خاندانی هر یکی شما. آقای عبدالرحمن، برای اجرا و خب ایجاد و تیار کردن یک آهنگ چقدر وقت لازم میآید؟ این حالت ایجاد میتواند هر خیل باشد. مثال ممکن است که آهنگ در 1 ساعت ایجاد میکنید، خب در بالای او آهنگ بسیار وقت صرف کن در کار میشود که کارکرد کنی او را. بله. مثال تقسیمات کنی آهنگ را، جمله به جمله کار کنی. خلاصه تا یک آهنگ آماده میشود به صحنه آمدنش ممکن که ماها در کار است که درست است. با او صفت در کاری آورده رسانی و بعد و یا پیشکشی تماشابین گردانی. یعنی در مدت 1 ماه میتواند یک آهنگ خیلی خوب ایجاد شود، تولید یابد و از این بیننده ها و نفرانی که میشنوند میبینند حلاوت برند. تشکر زیاد به شما. تشکر و من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که فرزانه میمون نواتی همون رو معرفی کنند. مرحمت. برای جمشید هنگامی که نوازش اجرا میشد واقعا هم خیلی نوازش خوب بود و من دیدم که انمون شاعره جوانی که این حال مهمانی ما میشود از این نوازش باز هم الهامی دوباره گرفته تبسم میکند و میگوید که من تیارم برای قرائت کردن شعرها با صفتی بلند. مهمانی ما هستند، گفتیم شاعره بسیار جوان، اینم باشد مفتونه قاسم. سلام علیکم، خوش آمدید. خوش آمدید. خب خوش آمدید به برنامه ما. الکی میبینم که در همین جا شعر ایجاد کردید. نه البته شعر این مقدسات است که آن را تنها در تنهایی، تنها در وقتی که تو و احساسهای تو زندگیت رو برای هم می ایستید، تنها به تنها در آن وقت ایجاد می شود. یعنی شما محض در همون لحظه ها تنها هستید، لحظه الهامی شما همون وقت است. بله، سرچشمه الهام برای یک شاعر جوان فقط زیبایی است، فقط زیبایی هایی که روح می بخشد، فقط زیبایی هایی که او را به تبسم کردن، به دوست داشتن وادار می کند. و من باید بگویم که سرچشمه الهام من نه تنها زیبایی بلکه تمام خصوصیت هایی است که زندگی مرا فرا گرفته است، از همان چشم سوزن و لب رشته و تا این طرف آهنگ هایی که به دل من ذوق می بخشد، ذوق مرا تربیت می کند. اینها سرچشمه الهام. سلامت باشن. فرزانه، از این چند سالگی شما با شعر گفتن آغاز کردید؟ خب الکی معلوم است که شما آماده هستید، شما شعرهای خوب می نویسید. تشکر زیاد، شما لطف میکنید. راستی من چند ساله بودن خود را در یاد ندارم، اما در یاد دارم وقتی که 7 ساله بودم 1 هفته مانده بود تا یک آزمونی با شکوه در بین کودکان شهر و نواحی پنجکند. اونجا آزمونی بانوچه پنجکند بود و شاعر خوش‌ذوق ما روشنی همراه از نام من شعر نوشته بودند و همچون سلام نامه که آنجا داشت: مفتونه قاسم میکنم از خود سخن. من که خودم سخن کردن را سخت دوست می داشتم اعتراض کرده بودم که این شعری من نیست و من که از خود سخن نمی کنم، اول استید من شعر خودم را نویسم بعد برآمد کنم. اما در دوام زندگی کودکانم من و مادرم، من و پدرم در هر حادثه حیات شعر می ساختیم. مثلا برای زادروز مادرم ما البته گناه بزرگ می کردیم، اشتباه می کردیم که شعرهای دیگر شاعران را تحریف نموده به زبان خودمان بیان می کردیم، ولی وقتی نخستین انگیزه های محبت در دل من پیدا شد، ولی وقتی نخستین بار چشم های پرمهر را به سوی خود دیدم، درک کردم که من باید این احساسی را که در وجودم دارم قربان نکنم، من باید آن را برای صحیفه بیارم و این شاید در همان صنف‌های 5-6 بودنی من باشد. یعنی اولین شعر شما در وصف مادر بود؟ بله، در وصف مادر، در وصف پدر، عموما هر چیزی که کودکی 7 ساله 10 ساله رو فرا میگیرد که این دنیای او تنها مادر و پدر و مکتب و معلمان او هستند. خب شعر رو مثلا هم قدم زمان ایجاد کردن میشود؟ چون من شعر رو دوست میدارم، قرائتش رو دوست میدارم و مدرن کردن شعر مخصوصا برای شاعران جوان چگونه است؟ خوب است و آیا در شما نیز تاثیر رسانیده است؟ البته
هر یک انگیزه نو به تاثیر نمیماند، هر یک پدیده نو زود فراگیر می شود. اما نوگانی که شما در نظر دارید این هنوز در ایجادیات حضرت بزرگوار ما استاد رودکی دیده می شود، در حضرت حافظ دیده می شود. شعرهای آنها، مضمونهای آنها هیچگاه کهنه نمی شود، همیشه اکتوالی هستند، همیشه روزمره هستند. در قالب شعر آفری باشد، امروز مردم بیشتر به شعرهای کوتاه توجه زیاد دارند، به شعرهای توجه زیاد دارند که دردهای عمومی را فرا بگیرد، احساسهای عمومی را فرا بگیرد و شعر از آسمان ها، از تصوف، از عرفان به زمین، به زندگی، به دل هر یکی ما آمده است و آن از دل شاعران جوان، عموما از دل تمام ایجادکاران صدا می دهد و شاید اگر هدفمند باشد، اگر شاعرانه باشد، هنرمندانه باشد، به دل می نشیند. خیلی خوب. شما گفتنی هستید که در همه دور و زمان شاعران شعرهای ایجاد میکردند که اکتوالی بودند، یعنی مبرم بودند. من کمک دیگر سوال رو دادم، دیگرگونه تر سوال کردنی بودم که خب استفاده اصطلاحات نوی که مثلا خواه و ناخواه در زندگی ما وارد می شود، مثلا میتواند شاعر استفاده برای، یا اینکه نه مثلا نوتبوک را من گرفتم تا تو رو، همین خیلی چیزها هست یا نه؟ البته این چیز استادان ما خوبتر میدانند، در ادبیات معاصر ما خیلی زیاد است. مثلا در اشعار استاد عزیز من استاد فرزانه همین گونه بیت های دارند که به من شماره تلفن آفتاب را بگو و این شماره تلفن، این خاطره رایانه، این زندگی رایانه‌ای، زندگی مجازی امروز در تمام شعرها ظهور میکند و برای نوشتن آنها تجربه لازم است، برای ماهرانه استفاده بردن آنها ذوق بلندتر لازم است تا شعر را ما به اندازه همین کلمه ها خرد نکنیم و این کلمه ها را به اندازه شعر بلند کنیم. خیلی خوب گفتید. یعنی مفتونه بانو مثلا امین را عاقلانه خیلی خوب در سطح ضروری امین را استفاده برده است. یگون شعری دارد که چنین کلمه های نو، اصطلاحات نو داشته باشد، استفاده برده باشد، خیلی ماهرانه. متاسفانه من هنوز در آن سطح نرسیدم که زندگی را پره به شعر وارد کنم. من آن چیزی که میگویم از احساسهای دل خودم است و زبان من همان زبان کوهستانی زنانه و صمیمانه است که در مرکزهای تمدن کمتر وامی خورد و این شاید در رفت زندگی، در نتیجه هر یک قدم به پیش نهادن چنین واژه ها در شعرهای ما نیز شاید ظهور کند. یعنی از صحیفه‌های اجتماعی استفاده میبرید خواه و ناخواه؟ ما از کوهستان باشیم، از دیگر جا باشیم استفاده میبریم، چون من میبینم شعرهای شما رو در صحیفه‌های اجتماعی، در صحیفه‌های خودتون خیلی خوب هستند. یک شعر قرائت کنید که در برابر اونی که شما یک شاعر بسیار شیرین کلام هستید، باز قرائت خیلی عالی دارید. من خواهش میکنم و بیننده‌های عزیز بی‌صبرانه انتظارند که مفتونه بانو امروز یک شعر بسیار خوبی خود را قرائت میکند به طور خودش، به سبک خودش. تشکر زیاد، چون اینجا آهنگ آفرانی ممتاز تاجیک به ما نمونه بهترین ایجادیات خود را پیشنهاد کردند. من نیز برای آنها یک ارمغان کوچک دارم با نام شعر مغنی. من از جانی بیگ جان خواهش میکنم که یک نوای بسیار زیبا نوازد، یک نوای ملایم و تحت همین نوا مفتونه بانو خب همین شعر را قرائت کنید، بینید که چگونه خب باز نورن علی نور می شود. مغنی نامه. ایا مغنی بزن نوایی که غم سراید به نغمه هایت، حدیث دل را لبی خموشم زینو سراید به نغمه هایت. بزن تو آهنگ شوخ و زیبا که مردم آخر ز انتظاری، چه خوش که ناگه سعادت دل ز در درآید به نغمه هایت. بترسد از دیو قهر و ظلمت دل و نگاه سحر پرستم، ز آسمان ها فرشته نور
چه خوش فراید به نغمه هایت. تو می نوازی ز مغز جانت که روح تازه به خلق بخشی. محبت حق به درج دلها چو گوهر آید به نغمه هایت. تو می زدایی غم دلم را، غم فراق هزار ساله. بگو خدا جان بمان که هجران به آخر آید به نغمه هایت. من اینجا از محبت وطن میخواهم بخوانم. باشد. نام تو شیرین ترین حرف ترانه، در لبم شیواتر از هر عاشقانه. آتش جاوید مهر تابناکت میزند از مغز جان من زبانه. تاجیکستان ای بهشت جاویدانه، دوست می‌دارم تو را من صادقانه. خوشتر از عطر چمن آب و هوایت، روح می بخشد به تن آب و هوایت. پاکی و عشق و لطیفی را به گردون زنده می دارد وطن آب و هوایت. تاجیکستان ای بهشت جاویدانه، دوست می دارم تو را من صادقانه. چشم بد از روی خوبت دور بادا، روزگار خرمت پرسور بادا. روز و شامت پر فرح پر نور بادا، نام تو در بحر و بر مشهور بادا. تاجیکستان ای بهشت جاویدانه، دوست می‌دارم تو را من صادقانه. دوست می‌دارم تو را من صادقانه. خیلی شعر عالی در وصف وطن عزیز. تشکر زیاد این گواهی از اون است که مفتون بانو نیز بسیار یک شخصی وطن دوست است، میهن دوست است و بینید که وقتی که شعر را قرائت میکند از صدق دل گویا که در همون هوای شعرش پرواز کرده ایستاده است. تشکر زیاد، سپاس به شما، موفقیت به شما برای ایجاد شعرهای بسیار بلند و خوب. به شما موفقیت میخواهیم. بار دیگر خوش آمدید.
آفرین کریمجان حسنов بودند با همراهی نوازنده ها یک نوازش خیلی خوب کردند و بعدا صحبت خواهیم کرد با کریمجان حسنов زیرا این نفر نیز غالب آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من می باشد. فرزانه مرحمت. نوبتی برنامه رو معرفی میکنیم. برخوالی قربانوف یک نفر خواننده بالایوقت لیسه رقمی 1 شهر دوشنبه است که تاجیکستان رو توانست که با دانش و مهارت بلند خود بیرون از مرز در المپیادهای بین المللی معرفی نماید. سلام علیکم. خوش آمدید. خوب هستید شما؟ بله تشکر زیاد خوب هستم. ما گفتیم که مهمانان ما نفرانی هستند که در همه سمت و ساحه ها تاجیکستانی عزیز رو معرفی کردند در عرصه بین الملل و امروز نیز شما دست یافتید که مهمانی ما شوید زیرا در آزمون های فنی در کشورهای گوناگون از فن متماتیکا همینطور است شما غالب آمدید. خیلی خوب. من با فن متماتیکا از خردی هم شوق داشتم چون که با ما استادان خیلی با تجربه همچون ما که خردسال بودیم با ما استادان با تجربه درس می‌آموختن و ما نیز کوشش نمودیم تا بهتر بیاموزیم و از آنجا فن متماتیکا در دل من جای یافت و من از آن روزها با این فن شوقی زیاد دارم. خیلی عالی. تو امروز در کدام المپیادها اشتراک کردید؟ چی بیرون از مرز، چی در تاجیکستان؟ اولین نتون در کجا بود بیرون از کشور و آخرین کجا بود؟ اولین آزمون بین المللی من که در خارج برگزار گردیده بود این المپیادای IMC بود که از فن متماتیکا در بین خردسالان و اینچنین در بین کلانسالان برگزار می‌گردید. در دولت هندوستان آن سال برگزار می‌گردید. در آن سال ما از تاجیکستان زیاده از 20 نفر اشتراک نموده بودیم که بعضی در بخش خردسالان و بعضی در بخش کلانسالان اشتراک کردیم. در اونجا برخوالی کدام زینه رو کسب کرد؟ چون که این المپیادای اولین من بود و من تجربه زیادی نداشتم در ساحه یعنی حل کنی مسئله ها و این تجربه‌ای که برای المپیادای بین المللی ضرور است من اون تجربه رو نداشتم. من کوشش خود رو نمودم چون که پیش از این تیاری دیده بودیم و ولی سازواری جای نمایان نگردید. اساسش که شما راه کو شدید، رفتید، دیدید، تجربه پیدا کردید و آخرین آزمونی که شما شرکت ورزیدید بیرون از کشور کجا بود؟ آخرین آزمونی که من در خارج از کشور اشتراک کرده بودم این آزمون المپیادای LPT یعنی لابراتوریا подготовки талантов یا که آزمایشگاه تیاری آماده سازی لایقتمندان که در دولت آذربایجان و خصوصا شهر باکو که پایتختش است در آنجا برگزار گردیده بود. در آنجا از فن‌های دقیق یعنی فن‌های فیزیک، شیمی و متماتیک آزمون برگزار گردید و در آنجا ما خردسالان تا سن 17 ساله اشتراک کردیم و از 4 فن مبارزه بردیم. زیاده از 100 نفر اشتراکچی بود و از تاجیکستان از کشورهای گوناگون از تاجیکستان چند نفر؟ از بیشتر دولت‌ها تا 3 نفر اشتراکچی اجازه داده شده بود تا که اشتراک کنند و از تاجیکستان 3 نفر. سلامت باشند. و برخوالی موقع چند را اشغال کرد؟ در آنجا کوشش نمودم چون که من آموزنده یعنی فن متماتیک هستم و در آنجا مثال مسئله از فن‌های فیزیک و شیمی بودند. من کوشش نمودم و از فن متماتیک و آن فن‌ها نیز مسئله را حل نمودم و در آنجا سازوار جای سوم گشتم. سلامت باشید. المپیادهایی که بین المللی هستند بیرون از مرز تاجیکستان میگذرند از المپیادهای جمهوری با چه فرق میکند؟ شاید مثال و مسئله های دشوارتر آنجا باشد، زیادتر باشد، چگونه است که معلومات بدید؟ المپیادهایی که در خارج برگزار میگردند اساساً با سطح دشواری مسئله ها فرق میکنند. در کدام آزمون ها تیاری دیده اید؟ نقشه داریم که این سال در 3 آزمون اشتراک نماییم یعنی یکم آزمونش این آزمون المپیادای خوانندگان مکتب بچگان یعنی المپیادای شهری که در بین خوانندگان جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد خصوصا شهر دوشنبه که من در اینجا تحصیل میکنم. اولینش این المپیادا است، دیگرش المپیادایی که هر سال در شهر مسکو برگزار میگردد و این سال باشد با سبب خروجی یعنی بیماری کرونا ویروس که به طور فاصله برگزار میگردد در آنجا اشتراک میکنیم. این چنین باز با هندوستان سفر کردم. این سالهای 2018 بود یعنی المپیادی که در سال خونیشی سال 2018 برگزار گردید در دولت هندوستان. در آنجا زیاده از 10 دولت دنیا اشتراک میکردند خصوصا تاجیکستان که چند دسته خود را نیز پیشنهاد کرده بود. ما با آنجا سفر کردیم و در آنجا
низ дар бахши хурдсолон иштирок кардам, хурдсолони то синни 16 сола ва аз 4 фани дақиқ, фанҳои физика, математика, химия ва биология мисолу масъалаҳо пешниҳод шуда буданд. кӯшиш намудам то ки ватани азизи худро бештар муаррифӣ кунам ва парчами ватани азизамонро баланд бардорам. Дар он ҷо кӯшиши зиёд намудам ва дар он ҷо мавқеи якум, яъне ғолиби мутлақ мегӯянд, ин ҷои аввали аввал дар озмун мебошад. саломат бошед. хеле хуб, хеле олӣ. Ташаккури зиёд. Ташаккури خب دوستان عزیز مهمون ما بودن گفتیم برخوال قربانوف یک نفر از جوانان لیاقتمند تاجیکی در آزمون‌های فنی خیلی زیاد شرکت ورزیده است و خیلی زیاد موقع‌های افتخاری رو کسب کرده است. بعد از یک لحظه برمیگردیم و برنامه ما ادامه می‌یابد. دوستان برنامه فضا است. بیننده‌های عزیز، کریم جان گفتیم، کریم جان حسنوف غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من است در ژانر نوازش عنعنوی. همین طور است فرزانه؟ بله همین طور است. پیش از همه شما رو تبریک میگوییم. تشکر زیاد. جایزه مبارک باشد. رحمت سلامت باشید. موسیقی که حاضر شما نواختید این محصول ایجادی خود شما است؟ نه، این موسیقی یاردانی نام دارد. خب و محصول ایجادی ما نیست. این موسیقی خارج. خب با کدام موسیقی شما توانستید که خب تسخیر کنید انمون هیئت حکمان رو و موقع اول رو در این ژانر، چون که گفتیم در ژانر نوازش عنعنوی اشغال نمایید؟ موسیقی که ما در آزمون در دور نهایی نواختیم نام داشت رازی سازها. رازی سازها رو در آغاز اکنون با انمون غیجک میگوینده. با غیجک خود دوستان کریم جان کمک می نوازد، یک 10 ثانیه بعدا میفهمیم که چگونه است و شما نیز میدونید که کدام نوازش است.
باشید محض با همین نوازش بود همین طور است؟ بله سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لال گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن برای دستاورد به دست آوردن کوشش زیاد میل زیاد در کار است و با این همه وقت زیاد در کار است پیش از همه اما با اهل گروه شبانه روزی کشیدیم روزهای دراز مشق کردیم تمرین کردیم و در پیش خود مقصد گذاشتیم که چون غالب برویم و این جمعه ما عملی گشت ما غالب دور نهایی آزمون تاجیکستان وطن عزیز نقشه شما جمعه عمل بشید بله به نهایت با مهارت بلند از عهده نوازش غیژک میبرایند. خب برای یک شخص چقدر لازم است که خب کمی هم باشد نواختن همین اسباب سنتی ملی را آموزد؟ این اسباب ساز غیژک نواختن این خیلی دشوار است چون که این اسباب پرده ندارد و آموختن بسیار مشکل است. طول 6 سال می شود در این اسباب میخوانند تمرین میکنند. در کجا میخونید؟ کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان. یعنی این کسب رو شما خیلی عالی پیشه کردیم. سلامت باشند. خب من هم به شما سوال دارم هم به جونی بیگ شد شما خوبتر برای مثلا هر یک موسیقی هر یک اسباب موسیقی جونی بیگ مثلا در نظر من نمیدونم تا کدام اندازه من درست میگم خب مثلا من ساکسافون رو میبینم که بسیار یک نوازش‌های رمانتیکی باید نوازد همین طور است و من در غیژک در نظر من یک نوازش‌های بسیار هم ملایم و تا یک اندازه غم انگیز مینوازند همین طور هست؟ بله همین طور است؟ بله خصوصیت این اسباب خصوصیت این اسباب همین است این اسباب سنتی ملی یعنی غیژک من فهمیدم چون این است این از کی است چون من میدونم که سین و سالش نیز خیلی زیاد است از همون رنگش میبینم همین طور است این از استاد امیربگ موسویف سلامت شما استاد رو چگونه باور کنندید که با رازگی استاد امروز از استاد پرسان شدیم که اسبابتان به ما لازم است ما امروز در استودیو ثبت داریم فقط پرسان شدید و جواب اون رو انتظار نشدید نه استاد ما رفتیم خیر من شکر میکنم البته راضیدم سلامت باشند استاد گفتیم که امیربگ موسویف یکی از بسته‌کاران بسیار شناخته تاجیک هستند با همون ایجادیات خود توانستند که تا یک اندازه برای جوانان نیز یک راه گشاید همین طور است بله خیلی خوب باز چی نقشه ها است باید چیکار کنید نقشه ها در پیش خیلی بسیار است و با اهل گروه میخواهیم موسیقی های تازه ایجادی گروه رو روی نوار آوریم ایجادی نه سلامت باشید با شما موفقیت اینجا رسیدیم با فرجامه برنامه نوبتی اما من فکر میکنم که تا یک اندازه امروز راحت کردید از نوازش زنده همین نوازنده های بسیار ماهر و کسبی و اینچنین از همون مهمانانی که امروز داشتیم هم شاعره مفتونه و هم مهمانمون برخوالی همین طور است بله جمشید درست قید کردید من هم باور دارم چون امروز ما در برنامه نوازش های دلنشین صحبت های صمیمی را جای کرده بودیم و تا حد توانستیم که خاطر شما را شاد نماییم چون مقصد ما هم همین است فراغت بخشیدن به شما دوستداران برنامه‌های تلویزیونی سفینه. دوستان اینجا میرسیم به فرجام و در آخر باز یک نوازش در اجرای کریم جان حسنов غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من با جمعی همکسبانش. دوستان تا دیدار نوبتی خیر. Thank you.